هولی شیت داره میسوزه همه جا. ایول باحال اینجاش. بس اینجا رو نگاهی درگیری. هولی فاک. سلام به شما دوستان ویدیو گیم. حال مالتون چطوره؟ من ارفانی مکس هستم. خیلی خوش اومدیم به پارت هفتم واکتور گیم پلی بازی فوق العاده حق Assassin's Creed IV Black Flag. بریم بچه داخل گیم سری. آره دیگه بچه همینجا بودیم که پارت قبلی بستیم و از همینجا آغاز میکنیم پارت هفتم رو. میگه همونی بود که داخل هاوانا دیدی، همون سیج. میگه آره خودش بود. خیلی شباهت مزخرفی باش داشت. این کار توه کاپتان کنوی. هولی شیت. میگه نقشه‌ای که به تمپلارها فروختی اونا رو کشون به سمت ما و الان دقیقا داخل نقشمون میخوان فضولی کنن. اوه ادوارد ریدی که حالا بی جمعش کن. اینو بگیر. ایول از اینا بالاخره گرفتیم آجی. عالیه اینو واسه یه استلث. همون نخفی کاری منظورم بود. ایول آجی بلو پایپ. very good. بلدم باشه گمشه بلدم. یه از اون دارتا استفاده کن روی این یارو که الان داره میاد. میگه خوابشون میبره. زمانی که خواب میمونن هم نشون میده بالاش. جالبه. خیلی خوب. و ایول بریم دیگه. کلا بچه با چیز کنیم. باید مخفی کاری باشم کلا اینجا. مخفی کاری برم. این مخفی کاری باشم که نه که. میگه این معبد دیدی خیلی بزرگه. او شت. ایزی زدم آجی. ایول نایس. خب بلند شو تو. چرا میچرخه دور خودش؟ ایزی آجی به موقع زدمشو. چاکره همه تونم. به این میگن عکس العمل. فدای شما. خب دیگه چه خبر اینجا؟ اوخ میخوام اونو بکشن. آخ برگم شو. وای 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 کشتنشون. شت حروم زاده پارت میکنم. کثافت. یاره منو میکشی؟ البته یاره من که نیستن اینا همه اساسینن. من خب البته ما هم اساسینیم دیگه. نیستیم در اصل ولی خب خواهیم شد. برو بالا دیگه. بمیر بابا مادر خراب. بیا اینجا. شبت خوش. بچه هدفون میزنی ویدیو رو میبینین دیگه مگه نه؟ هدفون تو بردار بیار قراره بعد فوش بدم. بدو. واقعا رفتی هدفون بیاری؟ واقعا فکر کردی من اینقدر بیادبم؟ خجالت بکش. آجی تا حالا فقط یه نفر رو آزاد کردم. وای بیا الان تو هم میکشم. خیلی ایزی و گوگلی مگولی. بیا اینجا. چه بدجان وایستاده حرومزاده. شبت بخیر. ایزی نمازات کن. مرسی کاپتان. حاجی اینا خدمه خودمونن فکر کنم. اساسی نیستن. آخه صدامون کرد کاپیتان. یکم از اونجا داره میاد. اساسینیت کن. ماشاءالله عجب حرکتی. عالی کردم. خب با این پدرسگ اینجا داره نشونه میگیره ولی گو نمیتونه بخوره. خوشیمش رفت. آزاد چین. وای ای نکن امیر. حال کردی برو شاه. امیر بابا. اوه شت آجی پیستول میگم از این نیهای کشنده هم داریم. یعنی یه مدل داریم که طرفو میخوابونه، یه مدل دیگه هم انگار طرفو میکشه. چی نمیشه برزرک؟ نمیدونم این میکشه یا نه. حالا بعدا تست میکنیم دیگه. یکم لوت بکن. حالا که اینجاییم این ویو پوینت هم بریم سینکرونایز کنیم. آجی چند نفر همین بالان. چه باحال. اینجا باید برم. یواش نری پایین. سینکرونایز. نایس. very good. خب
او حاجی یه اساسینه 2 نفر رو زد. چه باحال. رفتیم تو آب. ای حاجی فرگمنت رو میگرفتی خب تو مسیر. عجب خریه. چند نفرم اینجان بچه ها. اینا رو هم نجات بدیم. چند تا نگهبان داره؟ همین یکیه؟ همین یکیه انگار. پس بپر روش جرش بده. با شمشیر بزن جرش بده. بیا اینجا. ایزی. بلند شو جیگر. مرگ و بازم میگه مرگ و مرض بیاد سر این بردهدارها. انگار همچین چیزی گفت. خب اون دوتا رو هم بزنیم. میبینم تست کنیم چیه. چی میشه الان؟ آها فکر کنم به دشمنه الان حمله میکنه. نه؟ نفهمیدم اون چی کار میکنه آجی. آره به دشمنا حمله میکنه. بسی جالب. بمیر. با ایدین بلید زدمت. اوکی اونم باحاله. اونم استفاده میکنیم بعدن. خب حالا تو یه مادر خراب بزن پاره کنم. تموم شد. نه دارم بگیرم. تموم شد. بیا تکون نخور. ایزی. چقدر کاربردی آجین. ایول. بچه اینجا نگاه کنی. میخوام کار خیلی خفن کنم. اینجا نگاه کنی. اول اینو میزنم. اگه از اینجا بخوره بهش حالا اونو اساسینیت میکنم. خیلی باحال بود. ای وای. زدمش سری. بلند شو. بمیر بابا. ایزی. میگه اگه از این قضیه زنده جون سالم به در ببریم ازت بعدم تشکر میکنم. شاید تشکر کنم. چقدر پررو بود پدر سگ. نجاتت دادم. بشکنه این دست که نمک نداره. نمردی با پیستول؟ حالا مردی. بیفت پایین. اسکل مادر خراب. نایس. اوجی چقدر این میشن باحال خدایی. خیلی با این میشن حالی. نکن بزر سگ. وای اگه آجی زیاد سر صدا کنیم اینا رو میکشن. شت باید حدس میزدم. حالا بریم سراغ این چند نفر باقی مونده. بپر اینجا. حاجی میشن خیلی خفن. خدای خفن ترین میشن تا حالا همینه. چون از همه قابلیت های اساسین بودنمون داریم استفاده میکنیم. واقعا داره کیف میده به. خب یکی هم اینجاست. شب بخیر. برو دیگه برو. پارش کن. آها لوتشم بکن. یکم از این تیرا بهم بده. حاجی نداد کثافت. خاک بر سر. از این اسنایپران اینجا هست. یکی اینجاست. خب پس اینو اینجوری میزنم. بعد میرم اینو پاره میکنم. بعد اینم پاره میکنم سری که دیگه بلند نشه. و سپس اینم جر میدم. بیا اینجا خودم. بزنش دی. خیلی احمقی. من زدم مربع رو. خب حالا بزن. باحال بود. ایوه لوتم بزن. چیز میز کم دارم. چی میده؟ میشه یکم تیر بولتس بهم بده. بولتس نداد. پدر سگ حروم لقمه. خب بریم اونجا اونا رو هم نجات بدیم. بپر تو این کاهه. برو دیگه. بلند شو. بمیر بابا. ایزی. اوجی خیلی خفن دارم میرم این دفعه. 2 نفرن. برد نداره. حالا داره. بزن. اینم بزن. حالا بپر رو این. ایزی. اینم برو بزن سری دیگه بلند نشه. آها اینا رو آزاد کن. وای نشد. شت. بمیر بابا.
بلند شو. آها اشتباه فهمیدم اون دفعه. میگه که اگه از این قضیه زنده موندی ازت بعداً تشکر میکنم، ولی بازم نهایت پررو بودن این حرفش. چند نفرم دیگه زیاد نموندن بچه، اونا رو هم سری نجات بدیم و دیگه از این میشن بریم آی نزن ایزی. حاجی این اسنایپرها خیلی هستن حواسشون هست به همه جا پدر سگا. خیلی جالبه، اینو خیلی دوست دارم این قضیه رو. خوب ساختن میشنا رو، دمشون گرم. بابا میگم اینجوری بزن چجوری زد پرت شو. اوه 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 اوه. این بده حاجی. باید تو کنم دابل اساسینیت کنم که هر دوشونو. البته نمیشه بازم فکر کنم. وای حاجی همشون پیستول دارن، مگه اینکه یه اسموک بامب بندازم اینطوری همشون جر بخورن. ایزی. برو گم شو. کام برو. ایزی همه رو زدم. برو بابا. چقدر به موقع کانتر کردم. نایس. بلنشین بریم. ایول همه رو نجات دادیم. همه که نه ولی خب 14 تا رو نجات دادیم. میذاشتی لوت کنم خوبه. کی اونجاست؟ اونو میبینی؟ میگه یه بردهدار هلندیه که فلان کارو میکنه و واسه سال هاست که یه هدف این حرومزاده، ولی کسی جلوشو تا حالا نگرفته. الان ما باید بگیریم جلوشو. خوشحال میشم از این قضیه. میگه تو خیلی خودپسندی و اسکولی و میگه همه چی مجازه. مگه جمله معروفتون این نیست؟ دقیقا نکردم چی گفت بعدش. شرمنده رفیق. آرزو میکنم کاش فرق میکرد قضیه. فکر کنم بچه ها ادوارد میخواد خودش یواشکی بره سراغ این کشتیه، در صورتی که گفتن نرو. چیزی که من فهمیدم. رفیق زیاد داری. میگه اصلا چی هست این هدفت؟ میگه ما اینجا بچه‌ها استوب کردم چون چیز مهمی گفتش که ما همه کسایی که دوست دارن مثلا سلطه‌گری کنن بر کل دنیا، مثلا مثل همین تمپلارها رو اینا رو فقط میکشیم. هدفمون، هدف اساسینا کلا اینه. شبیه حرفای قبل از مرگ کسه هستش. همش درباره قدرته. ما رو از آزادی دارن میدزدن، یعنی آزادی رو ازمون دارن میگیرن. آره بهت نشون میدم. ها از اینا حاجی. اساسینیشن کانترکت. خب بریم پس سراغ این. مثلا میشن کامپلیت. وری گود. 8 تا رو با اسلیپ دارت زدیم حاجی. خیلی هم چیز کاربردی. حال کردم. میدونم که توسط فرقه ما خیلی تحت تاثیر قرار نگرفتی. پس یه کاری بکن که ازش پولی هم در بیاری و به درد فرقه ما هم بخوره. گفت اوکی حله. برگشتیم اینجا سری. بابا نمیخواستم میشم برم که. چرا ناراحتی؟ عاشق کسی شدی؟ عاشق لباست شدم. خوش اومدین به ناسا آقایون. اینجا هر کسی کار خودش رو انجام میده. مگه اینجا یه معبدگاهه؟ مگه ناسا جایی نبود که مردا هر کار بخواد میکنن؟ حاجی همون نیست که داخل تریلر صحبت میکرد؟ Why fly a black flag on a black beard will do? What brings you two gents this far north? میگه چرا یه پرچم سیاه بکشیم بالا وقتی که یه پرنده سیاه کارو انجام میده؟ 3 تا پیستول داره. 4 تا پیستول داره حاجی. دهنش سرویس.
Sounds promising. به نظر جالبه. Welcome to Nassau, Captain خوش Vane. اومدیم به ناسا کاپیتان وین. Mr. Rackham. آقای راکام. Now, where can a man find a bit of rough? Do you know what I mean? اینجا یه آدم چجوری میتونه یکم استراحت کنه؟ اگه بدونی منظورم چیه همچین چیزی گفت. اوکی بچه بریم سراغ این کار، یکم پول مول بگیریم. Travers? تراورس Tide brings you. چرا اومدی اینجا؟ Dress the part of an assassin, yet I don't know your face. Name's Kenway. میگه تو مثل اساسینه لباس پوشیدی ولی Bureau. تو رو نمیشناسم. میگه من کنویم، ادوارد کنویم، میخوام هشدار بدم به فرقه شما. I believe they work for a noted Templar called Upton. Could you eliminate him for me? Oh, I میتونی may be واسم persuaded بکشیش؟ for a price. You wouldn't میگه have شاید to خانه sell it بشم for a Templar ولی key, would you? برای I'm sure you may find it Jeez. among Upton's men. یه مبلغی. If I'll tell you where they are. You've got yourself a deal. واسه خودت یه معامله دست و پا کردی حاجی. انگار کلیدم میخواد بهمون بده از اون کلیدا که با جمع میکردیم. ایول پس این میشه رو باید بریم که کلید بگیریم. خیلی خوب بریم بریم بریم. اوه شت 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 باید ایودراپ کنم. خیلی خوب از این بالا هم میشنوه. خدا رو شکر. I don't know. Store them, smuggle them. قاچاقشون کنیم. Smuggle them away from his own smuggling operation. یه اونو قاچاق کنیم ببریم بیرون از همون منطقه که خودش میخواد اون رو قاچاق کنه. منطقی نیست. اوخ 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 اوخ. ای برو بالا دیگه. خب حاجی گیر میکنه گاهی اوقات. Suppose you're right. فکر کنم حق با تو باشه. اگه بپرم تو اون کای بچه خوب میشه. سری بریم سری بریم سری بریم. سرعتی 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 بدو. حاجی فاصله گرفتن که مادر خرابا. But say, smuggler. بابا یه لحظه فقط جلوش رد شدم. چه جوری دید؟ کی تا حالا نمیای این گیم اینقدر تیز بین شدن؟ تا حالا کور بودن ها. Highly overjoyed by what I've to offer. اه اوکی اینا رو گرفتم. خیلی خوب. چقدر میخوای بشنوی آخه؟ بس دیگه. میشه نه اصلی میخوام برم دیگه. بجم فکر کردم مثلا یه طرفو میکشیم پولو میگیریم سری میریم. فکر نمیکردم اینقدر طول بکشه وگرنه نمیومدم. یه اساسینیت کن تمومه دیگه. بیا تموم شد. ایزی تموم شد رفت. Stop! I am Upton Travers, Bureau. من آپتن تراورزم. What? چی؟ Is Vance your... My blood brother. We work together. میگه ونس برادر خونی ما قبلا با هم کار میکردیم. اونا کارکنای من بودن. Your brother ordered it. میگه منو مقصر ندون برادرت دستورشو داد. I don't know, mate. من I'm نمیدونم. only after a Templar key. من فقط دنبال یه کلید تمپلارم. یه چی؟ Please, میگه یعنی برادرم تو رو فرستاده I سراغم؟ need for you to tell me everything. خواهش میکنم. And why should I نیاز دارم trust که همه چیزو بهم بگی. چرا باید بهت اعتماد کنم؟ The Bureau? داخل بیار من ببین و بعد you? Oh, bother. بهت نشون میدم. او بادر. نه چی؟ او برادر. حاجی خیلی کم پول داد. کاش نمیومدم اصلا. بعدا خودم میومدم بهتر بود. خدایی الکی وقت شما رو گرفتم. ببخشید. I was born in Trinidad, a slave from my first breath. یه DLC هم بچه داره این گیم به اسم فریدم کرای که Well, welcome. شخص دستش هم یارو سیاپوسته است فکر کنم. آدوالی همچین اسمی داشت. Fair point. With this skin and this voice, where can I go in the world and feel at ease? This country here is my best با chance. همچین پوست و همچین صدایی که داره من کجا از دنیا میتونم برم که I know the names of all citizens and they know mine. مثلا We work together. خیالم راحت باشه و این Not حرفا. always out of love, but to keep our country afloat. I understand you. بله میفهمم. پس بریم بگیریمش. For the citizens of Jackdaw. برای ساکنین جکدا چیزای دفاعی رو بزن نابود کن. اوه حاجی کشتیم آسیب دیده است. شت
گفته بود باید آپگریدش کنی ها. اوه عجب ساوندترک. آی شیت. این در بزن. آها ای بابا این کشتیه رو چرا دارم ای وایسا وایسا نری نه وایسا. مستقیم رفتم داخل این صخره. شت بزن. میخوره بهش. اوره ایول خورد بهش پشمام. بیا عقب‌تر بیا عقب‌تر. وای 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 یکی دیگه بزن. کی داره فایت میده با ما؟ این چی میگه؟ گم شو بینم بابا. اینجا گو نخور. بشکی بنداز باز. بزن. ای وای کشتیم داره نابود میشه. فاک برو وای نسا. وای این بده. شت نزن. نخورد بهم شانس آوردم. وای نیا تو. وای درست بزن دیگه بابا. درست بزنین دیگه. نابود میشه حالا بچه ها. هنوز نمردیم. ایول بریم تو کشتیش که جک رو ریپیر کنیم. برو خب برو برد ایول بریم تو کشتیه که این جک رو آپگرید کنیم. برو بالا. نایس. حالا بپر اونجا. آها اومدم سراغتون. شت برو گم شو. آها ایزی. گم شو بابا. آها اسپک بام بنداز. ایزی گم شو. در بیار پیستولو. او یکی از افرادم مرد. آی شت. با پیستول بزن. نایس یکی دیگه. ایزی. چند تا رو باز بکشم آجی. آی ایول خب حالا جکتا رو آپگرید کن. چی ریپیر کن. بدو آجی خیلی ولی هلسمون خوب شد. تو آخر نرفت ولی بازم ایول خوب شد این کارو کردم. مورتار با چی میزنه؟ یواش بزنی. آها یکی دیگه بزن. ایزی. خب برو حرکت کن. اگه بمیرم اینجا خدا وکیلی عصبانی میشم. دهنم چون سرویس شد واسه اینجا. زدیمشون ایول. آره جفتشون زدیم. نایس حالا چی؟ برسم اونجا؟ وات؟ از اینجا میره بالا؟ آره داره میره. برو ماشاءالله. کی باید بکشم؟ هولی شیت داره میسوزه همه جا. ایول باحال اینجاش بس. اینجا رو نگاهی درگیری. هولی فاک همینه که خوشم میاد. بریم تو. تارگتمون کیه؟ اصلا نمیدونم. نیفت پایین. برو وای افتادم پایین. فاک برگرد بالا. خب آها کوش. اینجا کشتمش. نایس ایول ننداز. او شت بمیر یارو. ایزی اوکی شد. reach the war room. برس اتاق جنگ یعنی چی؟
عجب ساوندترک حاجی. از اینجا باید برم بالا فکر کنم. برو بالا برو بالا. درست میرم؟ آره درسته برو. خب حالا از اینجا ماشاءالله. گم شو بابا. بزن جرش بده. بنده خدا تسلیم شده بوده ولی کشتمش. چو لوت میخوام. بعد من لوت تو. لوتم نکرد. دستش درد نکنه. من وارد شدم. Well, hello, Your Excellency. سلام I'd got word you قربان. might be here. I know your face, pirate. شنیده بودم که شما اینجا این. The last time we spoke. Ah, yes, I recall. میگه من تو رو میشناسم. دفعه قبل دیدمت. اسم دانکه والپی بود. What's a Templar Grand Master doing so far from his Castillo? میگه از قصرش چرا فاصله گرفته؟ And I'd rather not cut your lips off and feed him to you. خیلی خوب گفت. میگه که ازش پرسید که چرا مثلا خیلی فاصله گرفتی از قصرت، چرا مثلا رهبر تمپلار اینقدر فاصله گرفته از قصرش. گفتش که ترجیح میدم نگم و بعدش ادوارد گفتش که منم ترجیح میدم لب تو به خوردت بدم. We offered a reward for the sage's recapture. Today someone claims to have found him. His gold is his ransom. Who found him? کی پیداش کرد؟ A slaver by the name of Lawrence Prince. He lives in یه Kingston. بردهدار به اسم لورنس پرینس داخل کینگستون زندگی میکنه. We like this story, Torres. از این داستان خوشم میاد We wanna help تورس. you finish it. میخوام کمکت کنم But که we're going to تمومش do it کنی our way, ولی using you به روش خودمون انجامش and میدیم gold. که یعنی استفاده از تو و طلات. بسی جالب. اوه و الان اینجا مال ما شد. چه خفن آجی، شبیه فارکرایه. آقا همینجا این پارتو میبندیم. این پارت خیلی خفن بود. خیلی حال کردم خدایی و دمتون گرم که تا آخر دیدین بچه. خیلی عشقین. اگه بچه با این ویدیو حال کردین حتما اول مورد عنایت و سپس مورد حمایت قرارش بدین. دمتون گرم و تا یه روز دیگه و یه ویدیو دیگه تو گوله بمونید.